با سوال ای دادرم که میگه سود عالی گفته که 30 سال کمی برای تشیف امید ایسر اینو سودشم میبینن اما سود عالی هم پدر نیسته خودش او مادر نداشتن هر که همچون انسان سودیه ها شما کار پیش برین نه همچون که دستیسته و خیلی چی میکنین همچون مسلمان شما کار برین بگین که همی یک صغیره بیچاره یک زنی بیچاره را فرزند شای شما همتون میدونین در راه ها اوری میشود که در یک روز 18 نفر مرد یک شفیار هموده سبب شده است 18 نفر مرد خیلی بچه ما حالی خداوند میدونه خداوند دانا های که آیا همی هر ده همی را یک تشه حقیقتا کشته اینه که اوشه بچه ما کرد است یا نه همین حکم دادایی که نه اوشیدک نه قبول کردک همین اوگه هست شما درک داشته نه تماما درک نداریم تماما یگان کاغذم نیومده ما را هیچ که نمیپرسه مرا همچون مادری همون تشیف امید هیچ که نمیپرسه هیچ که نمیگه که همین مادر داره یا نه هر کس فکر کنه فرزند خودشه بعد همین حادثه شدگی چند بار رفته شما پسرتون در یگان بار نشان ندادن اوقاتمون نمیگیرن اگه نه روزی اید یک بار بردیم حالی آیا بتن یا نه خب این که خاله جان شما خیلی گفتین آگاه نکردن شما را از اینکه دادگاه عالی این حکم سود بکار کرده است و باید اثر نو بیند خب گفته است که این 30 سال کمتر است و باید از این جزای وزنی تر گیرد با این چی نظر دارید فرزندی من امسال 30 ساله شد در نمی دنیای روشن آدم فکر کنی کو یک روز یک نفس ای چیه او 30 سالی که در زندان آیا فرزندی من 30 سال عمر میبینه یا نه برای همه قدر من میگم که با عدالت ای روی انصاف کار کنن سودیه ها همین فرزندی مرا فکر کنن کم ترکی همین اول آدم سوزن در تنه خودش بخله بعد تبینه را در تنه یک کس همین مطلی توجیکوی موهای شما فکر کنین آیا 30 سال چه خیلی کمه ای مسلمانو فکر کنین شما ای 5 بوده کی را کی میخرانه ما برم ما ایقا ما برم پگاو سهر نیکی کی میخرانه فرزندای ای را بدونین شما هر کس فرزند داره برادر داره اپا و خواهر داره رفیق سودی عالی مرا در جای اپت تصور که بچه اپت باشه امید چیکار میکنی خودت انا میره ای جناب عالی میپرسم که التماس میکنم ای جناب عالی رحمی بیوه های بیچاره را فرزندای آدم های کم بغل جناب عالی میخوره برای که در تلویزیون گفته است که ترمه میشوه صغیرهای بسوی بی کم بغل برای همین یک کم بغل بچه ما های با خدا بچه ما سری مرغه گرفتگی نبود بچه ما گودکی ما در حرمت میکن مورچه را نمیچقید دویم ده همی یک 60-50 کار کنن امرو خیر میکرد یه دوست دو بچه ما یگان آدمی خدا ترس نبود ما همی مادری تشیف امید ارگشه و مشکلی سویم کسلی روحیم همی فرزندی ما عمر قیوم کشته باشه ما ای خیش تواریم و بخشیش میپرسم نه که ما کوچه بر آمدن نمیتونم هیچ جا رفتن نمیتونم التماس میکنم یگان اپا خواهر داشته باشه عمر قیوم بیا یک خانه ای من با جان دل قبولش میکنم من نمیتونم کوچه بر آمدم من کوچه را ندیدم